درود رفقا، حال دلتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیوی جدید از چنل خودتون. بچه‌ها امروز هم مثل روزهای قبل طبق معمول یه ویدیوی خفن واسهتون آوردم و امروز روز به خصوصی برای کسایی که دیوایس ضعیف دارن هست، چرا که همطور که متوجه شدید از تامنیل امروز قراره یه رفع لگ خفن واسهتون بذارم و 100% با این ویدیو مشکل لگتون حل میشه. و قبل از اینکه بچه‌ها ویدیو رو شروع بکنم حتما یادتون نره که برای حمایت از من یه لایک و سابسکرایب بکوبید که خیلی واقعا حمایت بزرگیه و یه کامنت گوگلی مگولی هم بذارید که بسیار بسیار انرژی میگیره. آقا بریم سراغ ویدیو. ببینید، اول قرار توضیح بدم که قرار راجع به چی صحبت بکنم. اول بهتون بگم که قراره یه تنظیماتی بندازم جلوتون که به احتمال 70-80% مشکلتون حل میشه و برای محکم کاری یک برنامه دیگه هم واسهتون آوردم که جلوتر بهتون میگم چیه تنظیمات، اونم بهتون میگم که باید چیکار بکنید و قشنگ با دقت گوش بدید که خیلی نکات مهمی رو قراره بهتون بگم. ببینید، شاید واقعا مشکل از دیوایستون نباشه الان که مخصوصا تابستون خیلی حالا گرمه، حالا بس یه استاناتون هم داره، حالا باز استان ما زیاد گرم نیستش، ممکنه گوشیتون داغ بکنه و این خیلی تاثیر داره روی لگ. اگر میتونید زیر کولری پلی بدید یا جای خنکی به هر حال، یا اگر توان خرید فن خنک کننده دارید این کارو بکنید، تهیه‌اش کنید به پشت گوشیتون بچسبونید که واقعا عمر گوشیتون میتونه 2-3 سال بره بالاتر. حالا خیلی توان خرید فن خنک کننده ندارم، یک ویدیو قراره احتمالا پس طراحی شدم روزهای آینده بسازم که چطور یه دونه فن خنک کننده داخل خونه بسازیم. حالا کاری نداریم، اول بریم سراغ باتری. ببینید بچه ها، داخل ستینگ، این البته این آموزشی که دارم میگم برای یه گوشی شیائومی هستش، اوکی؟ داخل ستینگ شیائومی برای هر برنامه یه گزینه حالا هستش که در حالت عادی روشنه. خب این گزینه حالا کارش چیه که میگه آقا یک کمک گوشی گرم شد بیاد روی بازی حالا لگ بندازه تا اینکه باتری و سی پی یو بتونن نفس بکشن. خب شما میتونید اینو غیر فعالش بکنید برای هر برنامه که دلتون میخواد، ولی میگم بچه بازم دارم بهتون هشدار میدم اگر فن خنک کننده ندارید یا جایی حالا گرمی پلی میدید هیچ وقت این گزینه رو آفش نکنید، چون که واقعا میتونه گوشیتون آسیب برسونه و الانم که با این وضعیت دلار و این اقتصاد نمیشه یه گوشی دیگه گرفت. پس حواستون باشه که اگه این گزینه دارید آف کنید دیگه جای خنک پلی بدید، تضمینیه واقعا، اگه خنک پلی بدید هیچ مشکلی پیش نمیاد. ببینید اینجا روی حالا هر برنامه یا کالاف مثلا نگه میدارید و میایید داخل تنظیمات، اینجا باتری سرور رو پیدا میکنید، میاید الان اینجا روی باتری سرور پرانتز ریکامندد. خب شما اینجا میاد میذارید روی بالای این از این، ولی بهتون گفتم دیگه، خلاصه هشدار رو دادم که جای خنک پلی بدید. بیایید توی ستینگ حالا خود شیائومی تون اینجا روی about phone کلیک کنید و اونجا حالا این قسمت بر من نمیشه MI version 4 Poco، روی این 10 بار کلیک میکنید. حالا من از قبل کلیک کردم نوشته no need you are already a developer، یعنی که نیازی نیست، شما حالا یک برنامه نویس هستید. میاد اینجا حالا شما میخواید زبانتون رو انگلیسی کنید، additional setting، میاد پایین اینجا روی developer option کلیک میکنید، میاد پایین اینجا اینا رو میبینید بچه ها. اینا رو اگه میخواید روی نیم بذارید یا آف بذارید، اوکی؟ حالا این چی کار میکنه وقتی روی آف بذارید اینا رو الان بهتون میگم. ببینید باعث میشه، دیدید چه اتفاق افتاد؟ یعنی اون حالت روانی که گوشی پیدا میکنه، مثلا وقتی اون پنجره بالا رو میکشی پایین خیلی یه انیمیشن روانی داره که میاد پایین. خب این روانیش دیگه میره، یعنی باعث میشه که سی پی یو کمتری ازتون استفاده بشه و بیشتر به بازی اختصاص داده بشه و کمتر مصرف بشه خلاصه. حالا ببینید این بچه که سامسونگ دارید، خب من حقیقتا هیچ ستینگی من از اونجا که سامسونگ ندارم، حالا ببینم کی سامسونگ داره، ببینم شاید بتونم واسه تو ستینگی بذارم. از اونجایی که متاسفانه سامسونگی دستم به دستم نیست، هیچ تنظیماتی برای سامسونگ پیدا نکردم، ولی این برنامه که جلوتر واسهتون گذاشتم تست کنید، فکر میکنم که برای شما جواب بده، برای شیائومی که جواب داد. خب از این بابت متاسفم، حالا تلاش رو میکنم، ولی این برنامه رو تست کنید، ضرری بهتون نمیرسونه، اوکی؟ این از این. و برسیم بچه‌ای که شیائومی دارن. بچه‌ها نه حالا حتی کسایی که شیائومی دارن، کسایی که سامسونگ دارن، همش سعی کنید قبل از بازی گوشیتون رو یه ریستارت بزنید، خوبه به نظرم جواب میده.
خب بچه که شیائومی دارید همیشه سعی کنید که توی سکوریتی و بخش حالا پاک کردن حالا حافظه و اینا رو انجام بدید و موقعی که با گیم توربو وارد گیم میشید سعی کنید که همیشه اینجا پاک کردن حافظه پنهان و حالا پاک کردن رامی که گرفته شده اونا رو کاراشو انجام بدید. و یک نکته خیلی ریزی هم به حالا بچه که حالا سامسونگ داره شیائومی هر چی دارن، ببینید شما با چند تا برنامه من دیدم که مثلا مخصوص رفع لگه میان مثلا پلی میدن. خب این همین باعث میشه که چند تا برنامه سی پی یو کار داره میکشه، به هر حال اونم سی پی یو دیگه، این خر که نباید ازش کار بکشی. خب یا اگر بچه دیوایستون خیلی ضعیفه سعی کنید که از دی ان اس و وی پی ان اینا تو گیم استفاده نکنید، همونا خیلی تاثیر داره روی اف پی اس و با لگتون. خب بچه‌ها وارد این برنامه میشید. لینک دانلود این برنامه رو تو کانال تلگرام گذاشتم و کانال تلگرام هم تو دیسکریپشن همین ویدیو هم داخل بیو کانال. خب بچه‌ها اینجا اد گیم رو میزنید، کال اف دیوتی رو فعالش میکنید، میایید عقب و اینجا گزینه جی اف ایکس تول رو میزنید. اینجا گرافیک رو میاری رو لو، رزولوشن هم آخر و اف پی اس هم ببینید بچه اگه 30 میده روی 40 بذارید، اگه 60 میده روی 90 بذارید. هیچ وقت تا 144 الکی آخر نذارید که الکی سی پی یو بیشتر ازتون مصرف کنه و آخرش هم نمیده بهتون. اوکی الان حالا من روی 90 میذارم، اپلای رو میزنم، اینجا یکم صبر میکنید. خب اینجا کامپلیت شد، میاد عقب، اینجا اولترا بوست رو هم میزنید و اینجا حالا رام رو خودش خالی میکنه، کارهای داری رو انجام میده و بعد از اینکه اینو زدید مستقیم برید توی گیم. و اینم از این ویدیو تمام شد بچه‌ها. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. حتما لایک و سابسکرایب رو بزنید اگر هم نزدید که فدای سرتون. و همین تا ویدیو بعد، فعلا.